تا فکرت من نهاد بنیاد سخن، آباد شد از من طرب آباد سخن. میخواست سخن ز دست بی‌تعبان داد، دادم به اشارت سخن داد سخن. درود بینندگان ارجمند، برنامه نوبتی بزم شعر بخشیده به 700 سالگی کمال خوجندی، شاعر شهیر ملت تاجیک تهیه می گردد. این برنامه از برنامه‌های قبلی با آزمونی بودنش فرق می کند و حالا به استودیو دانشجویان دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیم اولازاده و دانشجویان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی را دعوت کردیم که در اساس اشعار کمال خوجندی میان هم سبقت می کنند. برنامه ما از 3 بخش عبارت است. بخش اول قرائت شعر، بخش دوم ضرب المثل و بخش سوم بیت برک است. غالبان برنامه را بخش سوم برنامه یعنی بخش بیت برک معین می کند و حالا بخش اول برنامه را پیشنهاد شما می کنیم که نام دارد قرائت شعر و از جانب اشتراکچیان باید شعرها از اشعار کمال خوجندی قرائت کرده شود. مرحمت. بعد از این روز آشکارا دوست می‌دارم تو را، از تو چون پوشم نگارا دوست می‌دارم تو را. در وجود من هستی هر سری مویی که هست، دوست می‌دارد مرا تا دوست می‌دارم تو را. خواه در دل باش ساکن، خواه در جان شو مقیم، گر در این جایی ور آنجا دوست می‌دارم تو را. آرام آید پیش سرو و لاله رفتن در چمن، تا بدان رخسار و بالا دوست می‌دارم تو را. دیده و دل هر یک تنها تو را دارند دوست، خود منی بی دل نه تنها دوست می‌دارم تو را. گفته ای خون ریزمت تا دشمنم داری کمال، من خود از بحری چنین ها دوست می‌دارم تو را. ای باد مکش توره جانانه ما را، زنجیر مجنبان دل دیوانه ما را. آن شمع چگیل گو که برقص آرد و پرواز، این سوخته دلهای چو پروانه ما را. دیدند زیان آن که به صد گنج فریدون، کردند بها گوهر یک دانه ما را. دیدند سریشکم همه همسایه و گفتند، این سیل عجب گر نبرد خانه ما را. دل گرچه خراب است ولی چون تو درآیی، آباد کنی کلبه ویرانه ما را. خواهد گله ها کرد کمال امشب از آن زلف، شبهای چنین گوش کن افسانه ما را. قرار کرده ام در خود که چون در پیش یار رفتم، به خاک پای او به خود بغلتم به قرار رفتم. مرا گویند چون بینی ز دورش به خبر افتی، دو چشمم چار شد تا کی به آن محوش دوچار رفتم. بدان سودا که در باغ جمال او برم بوی، چو زلفش گاه در گلشن گهی در لاله‌زار رفتم. سری زلف گرامی چون ندارد قدر چندانه، چو اینها پیش او ریزم ز رویش شرمسار رفتم. به ناوک های صیدافکن خوشا آن غمزه و مسکین، که هر یک در شکار رفتند و من هم در شکار رفتم. سماع تو کجا ماند به حالات من ای صوفی، که تو قصداً به رقص آیی و من به اختیار رفتم. به فکر و ذکر اگر افتی کمال اینک تو و خلوت، مرا بگذار تا در فکر روی آن نگار رفتم. ناوک غمزه چو هر صبح شتاب اندازه، دل شتابد که سوی جان خراب اندازه. گرم از پا فکند خال لبت سهل مگیر، و مگس سهل نباشد که عقاب اندازه. دل تحمل نکند جان نتواند برداشت، باری آن سایه که بر رخ ز نقاب اندازه. شمع آخر شده یارب چه شبی باشد آن، که منت بوسم و
خود را تو به خواب اندازی. خون دلها که شراب است چو می نوشد باد. گر به مستی نظری سوی کباب اندازی. به من رند بده تا سری حاسد شکنم. زاهدا سنگ که بر جام شراب اندازی. فیض از انسان که به تو می رسد از گریه کمال. زود بینند که سجاده به آب اندازی. سلامت باشید. کمال خوجندی در برابر غزل‌های دلنشین رباعیات نیز دارد و شما می توانید از رباعی‌های دلنشین کمال خوجندی نیز استفاده برید و در جای می فرماید کس خوبتر از تو در جهان ممکن نیست، بس خوبتر از تو در جهان ممکن نیست. گر خوبی ماه پیکران بدمهری است، پس خوبتر از تو در جهان ممکن نیست. مرحبا. گر لذت خونریزی آن غمزه شناسی، از تیغ نترسی و ز کشتن نهراسی. ای دل همه رفتند ز دلبر به شکایت، صد شکر کز این درد تو در شکر و سپاسی. مه نیست به اندازه روی تو که در حسن، افزونی از اندازه و بیرون ز قیاسی. آزرده چی سازی به لباس آن تن نازک، جان تو سراپای چی محتاج لباسی. درویش تو را جازی بر اطلس چرخ است، خوش باش دو سه روز که در زیر لباسی. دستی نبود برد کمال از فلک و مهر، مادام که بازیچه این مهره و تاسی. در صحبت دوست جان نغنجد، شادی و غم جهان نغنجد. در خلوت قرب خانه انس، این راه نیابد آن نغنجد. ما خانه خراب کردگان را، در دل غم خانمان نغنجد. ای حاجت و مرد خود فروشی، رختی تو در این دکان نغنجد. پر شد در و بام یار از یار، اغیار در این میان نغنجد. تن را چی محل که در حریمش، سر نیز بر آستان نغنجد. یا دوست گزین کمال یا جان، یک خانه دو مهمان نغنجد. چشمگر این است و ابرو این و ناز و عشق و این، الوداع زهد و تقوا الفراق عقل و دین. می کشی ناوک زی مژگان با کمان ابروان، گه بدانم می کشی این مسلمان گه بدین. کمترین اقبال من بینگر که خود را بردارد، از ره اخلاص می دارم غلامی کمترین. اگر پری می گویدد با من بیمان از من مرنج، بی ادب گر آدمی بودی نگفتی این چنین. دوش اندک برقه از پیش رو برداشتی، داشت ماه آسمان پیش تو روی بر زمین. گر ملولی از دلم کانجای تاریک است و تنگ، دیدم مأوای استرفشان پس از این اینجا نشین. بعد از این کمجوی آزار دلی ریش کمال، هرچی در دل داشتم گفتم تو دانی بعد از این. نام مه بردم شب روی تو هم آمد به یاد، در دل شب حلقه موی تو هم آمد به یاد. در نماز عشق پیش قبله رخسار تو، سوره نون خواندم ابروی تو هم آمد به یاد. اشک را دیدم به سرغلطان میان خاک و خون، کشتگان چشم جادوی تو هم آمد به یاد. زاهدی می کرد روزه وصف رضوان و بهشت، از مقیمان سری کوی تو هم آمد به یاد. چون شنیدم ذکری توبه گه بلند و گاه پست، اعتدال سرو دلجوی تو هم آمد به یاد. می کشودم همچو گل اوراق دیوانی کمال، بوی جان آمد از آن
بوی تو هم آمد به یاد. تشکر میگویم از دانشجویان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان که در بخش اول بسیار هم فعال بودند و به اندیشه من شعرها رو درست به خطا قرائت کردند و بینندگان نیز شاهد قرائت آنها بودند. کمال خوجندی در یک غزلش بسیار زیبا میگوید که سر بر دری تو هم بنگر سربلندیم، ای من سگی تو عفو کن این خودپسندیم، در لطف طبع سعدی شیرازی کمال باور نمی کنند که گوی خوجندیم. خوب، در ادامه برنامه بزم شعر دانشجویان دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیم الاغزاده شعر، غزل یا رباعی های کمال خوجندی را برای ما شما قرائت میکنند. مرحبا. تو را گر بی وفا گفتم چی گفتم؟ غلط کردم، خطا گفتم، چی گفتم؟ اگر گفتم ستم چندان روا نیست، حدیثی ناروا گفتم، چی گفتم؟ سحر دشنامی من گفتی و رفتی، یکی را صد دعا گفتم، چی گفتم؟ منی خاکی به خاکی آستانت، حدیثی توتیا گفتم، چی گفتم؟ منی بیدل دوای دیده خیش، برونزان خاک پا گفتم، چی گفتم؟ دل من با چونین بیگانه خویی، کجا شد آشنا گفتم، چی گفتم؟ کمال آهسته می گویی، چی گویی؟ نمی پرسی مرا گفتم، چی گفتم؟ این میوه شیرین مگر از باغ بهشت است، و این حور بهشت از شکر ناب سرشت است. در باغ بهشت این قد و رخسار ندیدند، این سر کی بنشانده و این لاله کی کشته است. اینجا سخن سرو نگویم که پست است، و اینجا صفت ماه نخوانیم که زشت است. ما روزن نخواهیم که هر جا چو تو حور است، سوگند سوگند به خاک سری کویت که بهشت است. خطی که لبت در نظر آورد چو یاقوت، انصاف توان داد که یاقوت نوشته است. خشت در خود بر سری عاشق مزن دوست، ما را ز سری خویش چه غم حیف ز خشت است. از خرقه تنت دید کمال آن بت می گفت، این رشته باریک در این خرقه کی رشته است. بیمار عشق جز لب او آرزو نکرد، این نوش دارو از دیگر جستجو نکرد. ریشه دل تو گفت به مرهم نکو کنم، دردا که کرد وعده خلاف و نکو نکرد. شکل قدم ندید و سرم نیز بر قدم، طفل است چون نظاره چوگان و گو نکرد. دستت ندید عاشق مسکین به گردنه، تا روزگار خاک وجودش سبو نکرد. هرگز نریخت چشم من آب به جای خون، در پیش مردم این قدرم آبرو نکرد. یک روز نام خویش نوشتم بر روی نان، آن را ز ننگ من سگ کوی تو بو نکرد. در دین عشق راست نشد قبله کمال، تا روی دل به قامت چون سرو او نکرد. مهی نامهربانی من وفاداری نمیداند، بر اهل دل به جز ظلم و ستمکاری نمیداند. چو دادم دل به دستی او به پای مهنت افکندش، چی دانستم منی بدی که دلداری نمیداند. به نزدیک طبیب احوال درد خویش می گفتم، ولی او چاره این نوع بیماری نمیداند. چه سود از ناله و زاری بر این درد خواهان را، که سلطان
دل مسکینان بازاری نمیداند. مراد خاطر ما خوب میداند حبیب ما، تغافل میکند زانسان که پنداری نمیداند. لب و دندان چون اوی با کام چون من اولا، که کس شیرین تر از توتی شکرخواری نمیداند. کمال از خلق نتوانیست پوشیدن نظربازی، که او رند است و چون زهاد طراری نمیداند. دل و جان تا رهند از بند بکشا زلفی مشکین را، به پایت میفیتند آخر رها کن یک دو مسکین را. زی چندین تیر کس شوخی زی غمزه بر تراشیده، یکی بر جان من افکن چه خواهی کرد چندین را. به تسخیر خیال آن پری پیکر شب هجران، دو چشم درفشان من فرود آورد پروین را. میان گریه های تلخ در دل مگذرانیمش، که نتوان بگذرانیدن به تلخی جان شیرین را. کمال از هر میژه اشکت مگر همرنگ سلمان شد، که از اشعار مردم برد معنی های رنگین را. بینندگان عزیز، واقعا پس از این قرائت های زیبا همون شاه بیت کمال خوجندی به یاد ما میرسد. میگوید که عالم سخن کمال بگرفت، امروز جز این سخن نیست. مرحبا. رفت عمر و نشد آن شوخ به ما یار هنوز، می کند جور به یاران وفادار هنوز. دیدر اسنای سخن گفت فلانی سگ ماست، هست در گوش من آن لذتی گفتار هنوز. طرفه کاری که رسید از غمی او کار به جان، نکند زاری ما در دل او کار هنوز. من از آن چشم خوشان روز شدم توبه شکن، که نبود از می و از میکده آثار هنوز. زاهدان از پی آن عاشق رفتار خودند، که نیند آگه از آن قامت و رفتار هنوز. گرچه دل از مرض عشق تو از خویش برفت، آرزوی تو نرفت از دل بیمار هنوز. هر کس از بند غم یافت نجات و کمال، همچنان است به قید تو گرفتار هنوز. ما را بچه جرم از نظر انداخته ای باز، ما سوخته و تو به خسان ساخته ای باز. صد شب به من آورده به روز و زی تکبر، روزی دیگرم دیده و نشناخته ای باز. گرداییه ای سوختنی جانی منت نیست، چون شمع وجودم زی چی بگداخته ای باز. با ابروی تو دیدنی هانی نظر باخت، دل گفت نظر کن که چه کج باخته ای باز. ای آمده بر حلقه عشاق سواران، بر لشکری مغلوب چرا تاخته ای باز. از شمع درونها شه من نیک بیندیش، که از آتش دلها علم افروخته ای باز. گر صید تو شو زود کمال این عجب نیست، بر مرغی پرانداخته انداخته ای باز. آن شوخ که رفت از بر ما باز کجا رفت، دور از نظر اهل وفا باز کجا رفت. جان تازه کنان بر سر بالین ضعیفان، ناآمده چون باد صبا باز کجا رفت. درد دل رنجور مرا زان لب جان بخش، ناداده بشارت به شفا باز کجا رفت. آن شاه کزو خانه دل شاه نشین بود، از کلبه احزان گدا باز کجا رفت. شهباز صفت کرد بسی سعی دل و باز،
بگریفت به ترکی همه تا باز کجا رفت. دل رفت به بوی تو ز مسجد به خرابات. بیچاره نظر کن ز کجا باز کجا رفت. هم میکده هم صومعه خالص ز کمال است. باز از تو بزاری یا دعا باز کجا رفت. بینندگان عزیز، قرائت شعرهای دانشجویان دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده را نیز شنیدیم و اینک بخش دوم برنامه را پیشنهاد شما میکنیم که ضرب المثل نام دارد. در این بخش باید بیت‌های از جانب اشتراکچیان قرائت کرده شود که در ترکیب آن ضرب المثل موجود باشد و این بیت‌ها نیز حتما باید از اشعار کمال خوجندی باشد و یک بیت نمونه من برای شما از اشعار کمال خوجندی پیشنهاد میکنم. گر میکنی به مردم صاحب نظر سخن، دیوار گوش دارد و اغیار نیز چشم. مرحبا. ба маломат нашуд аз лавҳи дилон нуқтаи хол, ки сиёҳӣ натавон шуст ба об аз зангӣ. در کدام مصرع این بیت ضرب المثل موجود است؟ дар мисраи дуввуми ин байт ҳамун зарбулмасали машҳури халқӣ истифода шудааст ки сиёҳро бо шустан сафед кардан намешавад, ки сиёҳӣ натавон шуст ба об аз зангӣ. ва пештар ин зарбулмасалро низ абулқосим фирдавсӣ истифода кардааст ки ба шустан нагардад сафед. дуруст. марҳамат. عقل گفت این بری حکمت زکی آموخت کمال. گفت از باغ مپرس ارغرزت انگور است. در این بیت یعنی که مصرع های ضرب المثل خلقی انگورخور و باغش را نپرس آورده شده است که از زبان خود مردم سرچشمه میگیرد که در ابیات شاعر جای کرده شده است. دلی صد پاره به مرهم نشود چاره پذیر، جامی نازک چو شکستند نگیرد پیوند. یعنی در این مصرع دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است، شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است. استفاده شده است. سلامت باشید. مرحبا. در دل نشین محبت خاصش به بوی زلف، تا خوشه ها به دست کنی دانه بیکار. در این مصرع ها ضرب المثل تا مهنت نکنی راحت نمیبینی. چون تو در غربت نیفتادی چی دانی حال ما؟ مهنت غربت نداند هیچ کس الا غریب. در اینجا ضرب المثل استفاده شده است که یعنی هر یک انسان درد خودش را خودش میفهمد. در این بیت ضرب المثل وجود ندارد و این بیت شما رو ما قبول کردن نمیتوانیم. بیت دیگری که دارای ضرب المثل است پیشنهاد شما میکنم. مرحبا. جهان پر ز مقصود است و راه روشن و پیدا، دریغا تشنه لب خواهی مردن بر لبی دریا. آب در کوزه ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه ما گرد جهان میگردیم. بله. گفته استفاده شده است دریغا تشنه لب خواهیم مردن بر لبی دریا. هر بهار را که هست ای دل خزان در پی است، خوش بوا روز دوچون با لبی خندان و شاد. در اینجا در بیت اول ضرب المثل هر بهار را که هست ای دل خزان در پی است، یعنی بعد هر غم شادی می آید. با همین معنی یک بیت دیگر نیز هست: نومید نباید شدن از گردش ایام، هر شام که آید ز پی آن سحری هست. از ضرب المثل هر بهار را خزان در پی است گرفتند. مرحبا. تو که کمال باره که بساط قرب جویی، به حد گلیم باید پای خود دراز کردن. یعنی در مصرع دوم ضرب المثل خلقی و مانند پوچت را به چین کرپت دراز کن چنین آورده شده است. تشکر میگیم و واقعا هر بیتی که شما قرائت کردید در ترکیب آن ضرب المثل ها از اشعار کمال خوجندی موجود بودند و اینک از جانب دانشجویان دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان ضرب المثل ها از اشعار کمال خوجندی میشنویم. مرحبا. ز لب به جرعه بده آب و تخم عشرت کار، که خواجه آن درود در جهان که میکارد. در مصرع دوم ضرب المثل خلقی آورده شده است که گندم کشت کنی گندم میدروی، جو کشت کنی جو میدروی. خواجه حافظ نیز در یک بیت میگوید که من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. مرحبا. قیمتت هر کس نداند چون کمال، جانی من تو گوهری من جوهری. اینجا مقال خلقی تاجیکانه است که قدر زر و زرگر میداند. وعده نازم کردی این همه تأخیر چیست؟ آن نخوانده در بلا بهتر که در بیم بلاست.
یعنی در اینجا ضرب المثل یعنی شخصی که در بلا است بهتر از اون است که از بیم از ترس بلا زندگی میکنه استفاده شده است. دزدیده حسن یوسف دیدند و کف بریدند، زین شیوه دست دزدان دایم بریده باشد. خب ضرب المثل در کدام مصرع است؟ در مصرع اول دزدیده حسن یوسف دیدند و کف بریدند، یعنی همون زنان از زیبایی یوسف. این ضرب المثل نیست. ملکی وصال بایدد از سرگذر کمال، خلعت به لشکری نرسد تا شجاع نیست. در این بیت ضرب المثل در مصرع دوم آمده است، یعنی خلعت به لشکری نرسد تا شجاع نیست. از ضرب المثل دلیری کن که میدان از دلیر است، اگر روبه دلیر افتاد شیر است. راست گویند هوای است ز تو بر سری سر، که نجنبد به یقین هیچ درخت بیباد. در مصرع دوم این بیت مثل خلقی تا شمال نشود برگ درخت نمی جنبد استفاده شده است. عقل گفتا که بیروخش چونی، گفتمش رنگ بین و حال مپرس. در کدام مصرع این بیت ضرب المثل است؟ در بیت دوم مقال آنچه در عیان است حاجت به بیان است استفاده شده است. در این بخش نیز هر دو گروه فعال بودند، هم دانشجویان دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان و هم دانشجویان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان. بینندگان عزیز، غزل‌های کمال خوجندی را از زمان خودش تا به امروز آوازخوان‌ها به رشته آهن کشیده در محفل‌های گوناگون می‌سرایند. در برنامه نوبتی بزم شعر نیز هنرمندی خوش‌سلیقه آوازخوان انسمبل دولتی شش مقام به نام فضل‌الدین شهابوفی کمیته تلویزیون و رادیو عبدالمجید بابایف ترانه را از اشعار کمال خوجندی برای ما و شما پیشنهاد می‌کنند. ای باد مکش دوره جانان ای ما را، ای باد مکش دوره جانان ای ما را، زنجیر مجنبان دل دیوان ای ما را. آن شمعی چگل گو که برقص آرد پرواز یاره جانم، این سوخت دلهای چو پروانه ما را. دیدم زیانم که بسد گنجی پریدون، کردن بها گوهری یک دانه ما را. دیدم سریش کم همه همسایه گفتن یاره جانم، این سیل عجب گر نبرد خانه ما را. دلگر چی خراب است غم چون تو درایی، آباد کنی کلبه ویرانه ما را. خوابی خوش صبح برد از دیده مخمور یاره جانم، شبگر شدهی نرهی مستانه ما را. آهد گله ها کرد تمالیم شب از آن زور، شبهای چنین گوش کن افسانه ما را. خواهد گله ها کرد تمالیم شب از آن زلف یارم جانم، شبهای چنین گوش
شبهای چنین گوش کن افسانه ما را. بینندگان عزیز، برنامه بزم شعر در اساس اشعار بی‌زوال کمال خوجندی ادامه دارد و حالا بخش بیت برک را پیشنهاد شما میکنیم. این بخش تنها باید در اساس اشعار کمال خوجندی صورت بگیرد و این بخش واقعا غالبان امروزه برنامه را معین میکند و حالا ما یک بیت را از اشعار کمال خوجندی پیشنهاد اشتراکچیان میکنیم و آنها را میباید با حرف آخر این بیت برک را ادامه دهند و ناگفته نماند که هر کسی اگر در مدت 10 ثانیه جواب دادن نتوانست مغلوب میگردد. آماده هستید؟ پس دقت نمایید. پیش نااهلان چی حاجت ذکر پردانی کمال، دانه گوهر چی ریزی مرغ ارزن خواره را. با حرف آ. عالم سخن کمال بگرفت، امروز جز این سخن نیست. تا پای ببوسمت برفتن، ای عمر مکن شتاب بسیار. رخت را گر قمر گفتیم، لبت را گر شکر گفتیم. میژه تیز است و غمزه تیز و تو تیز، ریخت خون عاشقان بسی تیز. زیباده است به بزم شهود مستی ما، که کرد رفع خمار شراب هستی ما. آفتاب از چه سبب روی به محراب نمود، غالباً در سر زلفی تو نیهان است امروز. زاهد می کرد روزه وصف رضوان و بهشت، از مقیمان سر کوی تو هم آمد بیاد. دوش با خاک درت بود مگر باد صبا، که بر اطراف چمن مشک فشان است امروز. زی دست یار به ویرانه روی، زی دست مست به میخانه روی. امشب افکن زی روی خوب نقاب، شمع مجلس زی شرم گو بگداز. ثانیه ها می روند. بسیار رقابت شدید بود ولی این آزمون است و در برنامه‌های آینده من باور دارم که تمام شما باز هم آمادگی جدی می‌بینید. بینندگان عزیز، ما و شما شاهد گردیدیم که در برنامه بزم شعر در بخش آخری برنامه دانشجویان دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان غالب گردیدند. با برنامه آینده ما دانشجویان دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسوزاده و اینچنین دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان را دعوت میکنیم تا که میانی هم در اساس اشعار کمال خوجندی سبقت بکنند. از شفاخانه درد است سخنهای کمال، درد دارید از اینجا سخن آموزید. این بود برنامه نوبتی بزم شعر. تا دیدار دیگر با عزت و کامگار باشید. خیر.